بسم الله الرحمن الرحیم. دوستای نازنین، امی خبرهای پاکستان زمانی که دمی چینلایش رد بریکینگ نیوز وقتی که نیوز میتن خبرهای دروغ نشر میکنن به ضد افغانا، به ضد وطندارای ما. اگر راست باشه حقیقت باشه بازم خیر، اما دروغ که نشر میکنه قلبم درد میگیره. تا که می جوابش نتم دیگه دلم تو میکفه. چند روز پیش خبر نشر کردن که یک نفر در آمریکا امرای سلاح و مرمی چیزا گیر شده. او را فوراً ما براتون نشان میتونم ویدیوشه. اول گفتن که پاکستانی است، خبرهای انگلین هم اونجا آمریکا هم گفتن که او پاکستانی است، اما خبرهای پاکستان اول میگفت پاکستانی است، یک دو روز بعد گفتن که افغان است. سر افغانا انداختن. خواهی تیر شد. بعد دیگه یک دو دانه بچه با یک قضیه کرده اونجا در کدام پارک است، در کدام باغ است، کدام دختر خردسال برده و بالاخره کدام قصه ای شده. خبرای خود انگلند اونجا میگه که این بچه این نفرها اقرار کرده پاکستانی هستن و این کار کرده. 25 साला पाकिस्तानी शहरी लुकमान खान यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर के अंदर मैच शूटिंग करने से पहले ही पकड़ा गया। दोस्तों, अमेरिका में हमलों की मंसूबाबंदी करने पर मजीद 2 अफगान शहरी पकड़े गए। जान शाह सफी को वर्जीनिया और लुकमान खान को डेलावेयर से गिरफ्तार किया गया। Pakistan hits again. These two young men of Pakistani origin, newly arrived in England. خبرای انگلند میگه که پاکستانی است، اونا اقرار کرده، اما خبرای پاکستان میگه نه اینا افغانی است. مجردی که اون پاکستان خبراش میگه اینجا افغانی است، با 4 دانه نادان بگم، 4 دانه بیعقل بگم افغانای ما هستن که اونا با گاهی میگن ما افغان هستیم، گاهی میگن ما نیستیم. خب به هر حال این قضیه را کنار میگذاریم. اونا هم در اونجا تایید میکنن که این کار پشتون است، این کار فلانه قوم است، این کار فلانه قوم است. بس است، شرم است، به والله شرم است. به خدا ما می شرمیم. ما دمی افغانستان زندگی میکنیم. امی گپایی که شما در اوجا خارج ششتین، گپ مفت که شما میزنین سر ما مردم بسیار بد تاثیر میکنه. باور کنین از دست شما ما از شرم دیم بیرون گشته نمیتونیم. امی خبری را که پاکستان دروغ نشر میکنه تو هم اونجا تایید کرده میری و تپ تاپ زده میری سر گپی از اونا که والا ای راست است، یا افغان است، فلان است، بستان است. یک کمی که در گرباندان سر تا کنین. این قدرم انسان دیگه پست نمیشه، این قدرم بیوجدان نشین. از این وطن اگر درس خواندین، از این وطن اگر آبش نوشیدین، غذا از این میجا تغذیه شدین از این وطن، باز هم اینمی خیانتتان هست. اونجا خبرهای پاکستان میگه که افغانی است، سر افغان ها میزنه، اونجا شما به در قنی افغان است یا افغان است تاپا در دستتان است. بس است دیگه. بس است میگم گپا میفهمی آدمی مغزت گوه پر است.